بیایی ببرمتون 15 خرداد. سوار مترو بودیم تا از خط گلشهر بریم رم سبز، بعد شهید کلاهدوز و دروازه دولت و در نهایت به سمت خط کهریزک 15 خرداد. اینجا هم پاساژ دلگشاست که من اصلا واسه این پاساژ اومدم اینجا تا برم کفش بگیرم. پاساژ خیلی قشنگ بود، خیلی دوست داشتنی بود، خیلی هم شلوغ بود و گرون. شاید باورتون نشه ولی یه دستمند بدل رو میگفتن که 5 میلیون و خورده ای و خب من اینجوری بودم که kidding me what the fuck. خب آدم میره طلا میخره. شاید هم که من خیلی فقیرانه به موضوع فکر میکنم. anyway خریدمون رو کردیم و ادامه دادیم به سمت بازار. مثلا ها خریدم میکردیم، مثلا قیمت های خوبم پیدا میشد تا اینکه یه جایی رو پیدا کردیم و کباب ترکی ساندویچی 165 تومن. در نهایت مگه میشه به 15 خرداد و دونات نخوری؟ تا ویدیوهای دیگه خدافظ.